تحقیر نمیشود. یعنی علاوه اکم در خانه پول نداره پولی جمع کردگی یا جوگایی من یک بودم خرج کرده بودم اما این همین روز آمده تهدید داره که تو بگیری پول بگی بیا اگر نیارم حالم بد میشه همین یعنی یک 3-4 روز هم پول ما برمیگرده. دلیر جان یکم سومی جمع کردگی ندارد اکد. اگر می بود میدادم ما اعضای یک خانه ایم در یک خانه زندگی میکنیم قرض نه همین خیلی میدادم. یعنی من نفهمیدم نخواه یکم مایده پول جوگایی نداشته باشه واقعا من چلی کار بکنم. آخر ندارد دلیر جان باور کن 1-2 سوم داشت خرج شد. پدرش ما در بیمارخانه است هر روز پولی دارو تبابت کودکان کلان شدن سر و لباس برای خانه آخه برای یک کس آسان نیست دلیر. گوش که ینگه تنها نکه پدر تو در بیمارخانه دارو خریده آخه دارو خریده یکم برای پدر خیلی چه خریده هم پدر ما هم مهنت کرد ما را کلان کرد ببخشید اکای مرا خانون پوشون نگاه بین کرد و یا امیده که امروز فرزنده صحبیش کنن نگاه بینش کنن یک گپای میزنی که کسل چیده داروش خریده چیکو کرده خیلی کرده برای پدر خیلیش کرده و های پولی پدرت نکرده که ینگه مرا درست نفهم دلیر جان من مینت نکردم من فقط گفتم که زندگی آسان نیست هر چیزی میکند اکد برای همین خانه است برای همگان دلیر من یکم بار مینت نکردم هر سخنی که گفتم برای آن بود که وضعیت را بفهمی زندگی آسان نیست هر روز مبارزه است هم با اندیشه هم با خاموشی اکد کوشش میکند که این خانواده پراکنده نشود مادر آرام باشد پدر به آرامی طبابت گیرد این همه مهنت نه برای خود برای خانواده است اکد صبر میکند چون صبر یگانه چیزی است که او را زنده نگاه میدارد. گوش که ینگه تو فقط رخ دایم آرامی ملایم گپ میزنی یکی پشت نمی آرامی ملایمی دیوار ساختگی انا برای چی خواهری من قطعی تو راست نمیگیره زبانی یک کردن نمیتونه برای که تو آدم نشدی ینگه آدمگری هم نداری. ای خدا چرا همیشه مرا خطا میفهمند صبر میکنم میدونم که دیر یا زود حقیقت را همه میفهمند خدا بزرگ است. اکا اکا گلاسا اکا جان یا چی همی چاله که ما را 5000 یاردم کرد این یک خرزان آمده تهدید داره که تو نمی بگر اگر پول نیاری وضعیت بد میکنم که التماس که یک یاردم کنی همی تا آخر ما را ما همی را برمیگردم که بله تو کی همین گپ هر بار آخران بار میگویی ولی با تکرار میکنی با زندگی با التماس پیش نمیره که مرد باید با زانو خسته رای زندگیش بیاور. اکا داشته باشه که البته پول البته با خدا قسم یک جو کار افتادیم اکا پول تا 100% برمیگردم اکا. دلیر قسم به عمل چیزی نیست دلیر چرا میخوای که همیشه به تو کمک کنم ولی نمیخوای که خودت تغییر یابی. مرد اگر همیشه چشم به دست دیگران داشته باشد دست خودش بسته میشود. مرد اگر سر خم کند زندگیش میشکند. پس در نظر شما دیگر من مرد نیستم که؟ نه دلیر تو مردی لیکن راه خطا رو انتخاب کردی. میدونی غیرت صبر هنر اگر رود مردی همه رود. تو با جای پول با قدر خود احتیاج داری. پول می آید ولی اگر آب رو رود دوباره بر نمیگرده. هر روز هر کس پول میپرسید چرا یک بار از خداوند نپرسیدی که چرا در این راه افتادی؟ زندگی مرد رو با مشکلی میسازد نه با آسانی. اکا من شما رو فهمیدم خیلی نمی شما یاردم نکنی دیگه کی میکنه که
تو مسکه جمع من منتصد کرکه اینا می اخیران برکه من مردم اکه پولتن برمیگردم بکه جمع 3000 دارم این آخرین مبلغ من است من آخری ماه پول بانک دارم خدا به هر دیما رحم کنه دلیل اما از خدا بیشتر خواه از بندهش کم رو ینگد را گوی پول در دست ینگد اما فراموش نکن من آخری ماه پول بانک دارم ینگد؟ دلیر بیا من نفهم خودت میگوی که پول نداری یکم میگه که پول دادست ینگد برای پولت میتا چی شتایی کردستی؟ نه چی شتایی داری تو؟ چی به دروغ میگوی؟ تو چی؟ میانی ما دیوار انداختیسی ها؟ اکما مقابل ما شورانده استی اکما جدا کردنی دلیر من دروغ نگفتم من فقط گفتم که پولی زیادتی نداریم پول هست پولی بانک است آخری ماه باید سپارم ینگا ما ترا هم رنگ روز شناختیم چیکار شتایی برای خط باشه کو همه داری کی یکی برای ما نداری فهمیدی تو چی سری اکما تاو میتی اما جداش کردنی پوست اینو جدا کردن نمیشه فهمیدی ینگا تو یک شتایی دروغگویی احمقی فهمیدی دروغ نگفتم گوش که ینگا تو یک شتایی مکاری دروغگویی فهمیدی یک شیطانی چی گپای؟ خودش چی؟ خودتون به همسایه ها را رفتیسته؟ چی کلی چی گپای؟ اینا کلینتون یک شیطانی دروغگویی مکاره اینا میخوانی ما؟ اینا میخوانی نه میگم که پول بده میگم ما پول نداریم اکم میگم اکم میگه که پول داره زیانگته برای بگو پول بده اینا یک شیطان های کلینو چه؟ یک شیطان های فاطمه من از تو این خیلی انتظار نبودم خلا جان من بس کن من دیگر به یگان گپی تو باور ندارم در این خانه هر روز جنگ زن و زنی این چی زندگی شدن؟ برای اونگی کسی گوش نمیکند خلا همه تنها عیب میجویند آچه دیده نه؟ این دختر یگان تای ما را دوست نمیدارد خودشا مثل موسیچه بگناه میگیره لیکن در اصل یک مار زبردار این زنه کو دیگه یگان تای ما را گبزنی نمیمونه همیشه پشتش میگرفته ما با شما چندین بار میگفتم که این زن خو یک روز نه یک روز خانه ما را به ایران میکنه این در اصل در بین ما دیوار ساخته است اوچه لیکن شما یک بار به گپی ما گوش نمیکنی حالا عمر بیاید بعد من با تو گپ میزنم آن استعکم بیاید بعد ما کچم خدایا چرا مرا هیچ کس نمیفهمد چرا حقیقت رو شنیده نمیخواهد اوچه این کلین تعریفیتون یگان نکی به این خانه را نمیوره بیچاره دلیر با امید پول پرسیده حتی قرض پرسیده نداده باز میگوید که زنی با صبر است با صبر نه نیرنگ باز است شاید یگان سبب داشته باشد دخترم سبب نداشته چه؟ سببی وای نیتی بچه اگر نیتی پاک می داشت میگفت سببش رو ما حتی او را گوش نکردیم دخترم دروغ گفتن از کلین من دور بود ولی نمیدونم مهینه نمیدونم اوچه شما همیشه دیده مادرانه دارید چون که دلتون نرم است لیکن من زنم من میفهمم که این زن یگان نیتی پاک ندارد همین پول سبب جدایی بین یک و دو در می شود چخیر پول سبب جدایی می شود دخترم یک مبلغ ناچیز ها؟ خدایا اگر گمانی حق باشد حقیقت را نشان ده ولی اگر ما ناحق باشیم سیاهی دل ما رو از ما دور کن اوچه وای رو این خیل نمانید خب ننشینید اگر که خاموش ماندین یک روز انا همین زنی بد همه مانای خانه پیش میکنه
بس کن مهینه. نفرت مثل آتش است، اول زمین را می سوزاند، انا بعد دل را. میفهمی؟ آچا برای چی شما گیره داره؟ کی شما رو رنجان؟ نه جناب، با اوچا چیزی نشده است. همش خوب است. آچا هر بار که اما میآید شما گیره میکنید. من او را دوست نمیدارم. او فقط با شما جنگ میکند. این نگو بچه‌ام، به عمت میشود. خواهر پدرت کسی که باشد هم گپ زند. ما باید با مهر جواب دهیم. خدا دوست می‌دارد آنهایی را که صبر میکنند. آچا امروز باید پول ماهانه رو بریم. همه بردن، فقط من موندم. میدونم پسرم، طاقت کن. بگونی پدرت که آمد گرفته میدیم. برده سپار. فقط صبر. فقط یک گپ، صبر. بله پسرم، انسان اگر صبر نکند میشکند. تمام. به درست دیر میشد. بیا رفتیم. دیر نکنی. بیا. الو. بچم تی؟ گوش کن بچم. اوچت گی شده؟ نماز خوندیسته؟ گوش کن. نباشه که تمام کرد. اوچت بگو که داده میگه که تیار شد بگه خانه خدمت می. نه خانه خدمت میوی. مالی بچه احتیاط کنی خودتون. خب اکای ما در سیستم ما میبینم که از دیگر بانک ها قرضدار هستین. الا کسی ما میشوه مبلغ رو پرداخت نکرده این. بای جان میدونم 5-6 لیتر سپاریدم. پس یکم راه نیست. کسی که در سیستم ملی بانک ها قرضدار است دیگر از یکم بانک قرض گرفته نمیتواند. حتی کفالتی هم که بر وقت میسپارم. نه که تو پول قرض پیشینه پرداخت نکنی دیگر یکم بانک به شما پول نمیده. این قانون عمومی است. یعنی دیگر راه نیست. اکا من میخوام که شما رو دستگیری کنم ولی امکانیت نیست. شما میدونید خودتون قرضدارین. تا قرض پیشینه نسپارین یکم بانک به شما حق نداره پول بده. سیستم تنها رقم را میبیند، آدم را نه. باقی همش رحمت بای جان. السلام علیکم اکا. علیکم سلام. اکا احتیاط کن اکا. اکا سوزیت اینجی خوبی. اکا جون گفتم یک خبرتون گیرم. چه کردی؟ کلا وردی؟ اکا اینمی بیاک زورم نولا کو می یک 3000 شگفتم. اکا جون شما زیر نشین بو میشم ما پای کور مکان میاد روزه دا بو حالش بود. گوش که ما جاتی در بانکم کم مادم میگیرم میوره. دوستای شما قرضدار ما کسال شیرگیم. پورا گرفتی. پورا بگی بیار. فهمو؟ بله اکا خیلی همین خیافتم روز دیگه همین خطا نیستم گرفتم آوردم خیلی بو میشه اما همین کدا فکرشم بخره. این همی ها کو رنگی من پرابلم دارم میرم ایش میگم پرابلم دارم ایش میگم همین روز دیگه پول ندیدم. این پرابلم خطای. اکا من خدا داری شاید که پرابلم رو تفهمیدی. بله اکا. تو میدونی مکی. اکا همین چک اپ میزنم اکا تو همین چک اپ بزنم ما پولی فتن خیلی 0 میارم نمیتونم. پولی همین گجوی میرم همین رنگی من پرابلم دارم میگم اکا همین تو کودک بازی کرده سر. نه اکا بخدو چه کودک بازی من اینمی آوردم باز همین 10000 شب بگی اینمی بخدو قسم با داون میارم میتونم اکا جون. چی موسکا؟ ما تو ساعت 11 شب در اینجا ما وقت دارم. حاضر برای ای پس کار بشه بگی در بالای 3000 2000 دیگرمون خیب زبیو با پیش مرا فهمیدی؟ مالک مال دوای خب
дарои. салому алайкум. Ва алайкум ассалом. Багаш. акай Умар, ин гапро гуфтан барои ман хеле душвор аст. аммо дигар илоҷ нест. мо ҳар чӣ ки аз дастамон омад барои дили падаратон кардем. ҳолати падаратон хеле вазмин аст. ӯро дарҳол ба ҳиндустон равон карданар кун. духтурҷон, ягон роҳи дигараш нест. хо ба дору бошад, хо ба укол бошад, хо ягон табиби дигар бошад. агар дар ҳамин ҷо мешуд бисёр хуб мешуд. акай Умар, мо дар бораи бемории падари шумо бо мутахассиси худмо ҳамсӯҳбат шудем. онҳо аллакай дар ҳиндустон қарор доранд. агар мо онҳоро мунтазир шавем, шояд дер шавад. мо ҳар чӣ зудтар тасмим гирифтем ки падари шуморо ба он ҷо равон кунем. акай Умар, ман ҳамин қадар кӯмак карда метавонам ки ҳуҷҷатҳои падаратро ҳар чӣ зудтар тайёр кунем, падарро равон кунем. вақт беҳад кам аст.